درود به همه هموطنان عزیزم. من یکی از مالباختگان آکادمی علوم غریبه تیا هستم. من بعد از اینکه بهشون مراجعه کردم به خاطر طالعم یا چارت تولدم، اینا به من گفتن درون چاکرای دومت شیطان رخنه کرده و اگر اینکه این سنگ ها رو خریداری نکنی و چاکرات رو پاکسازی نکنی، این شیطان باعث میشه، این شیطان رفته رفته کل بدن تو به تصویر خودش در میاره و باعث میشه خودکشی کنی. من کلی هزینه کردم، 135 میلیون بابت این سنگ های بی ارزش از من پول گرفتن و اینکه این لوحو برای من فرستادن. بعد از اینکه بهشون اعتراض کردم، گفتم یعنی 2 هفته چله نشینی کردم، بعد 2 هفته که بهشون اعتراض کردم گفتم این سنگ ها کاری برای من نکرده، متاسفانه بلاکم کردن و از همه گروه ها منو انداختن بیرون. یعنی هیچ جای اعتراضی وجود نداره. این سنگ های بی ارزش رو بهت میدن به مبلغ خدا تومن، بعدم خیلی راحت بلاکت میکنن. این ویدیو رو گرفتم جهت اطلاع رسانی شما عزیزان که اگر کسی که هست حالا گول این شیطان صفت رو نخورده آگاه باشین، لطفا اطلاع رسانی کنین. خیلی ممنونم از تیم بک ونچر آقای بهروز میرزایی که اگر افشاگری های ایشون نبود، من و خیلی از هموطنان هنوز به شیاد بودن تیا پی نبرده بودیم و شاید خیلی پولهای فراوان دیگه ای از دست میدادیم، چون از من درخواست 350 میلیون پولو کرده بودن دوباره که کریستالای بند انگشتی که دور اینا بچینم که تازه اینا برای من فعال بشه. یعنی از هر کسی تا 1 میلیارد 1.5 میلیارد اینا پول گرفتن. خواهشاً اطلاع رسانی کنین. این سنگ ها هیچی نداره. تیا نه جادوگره نه دعانویسه، هیچی بارش نیست. تیا فقط یک بازیگر خیلی خوبیه که با احساس دیگران خیلی راحت میتونه بازی کنه. من و خیلی از عزیزان از دستشون شاکی شدیم و از دست زهرا مرتضوی هم شاکی شدیم. انشالله بتونن گیرش بندازن. باید بیاد تقاص تک تک کارایی که کرده اینجا پس بده، چون واقعا حالا من خودم هیچی، ولی پای صحبت‌های عزیزان مالباخته که میشینم واقعا قلبم به درد میاد که برای چه کاری برای ایشون مراجعه کردن که این ازشون پولشویی کرده و این بلا رو سرشون آورده. ازتون ممنونم که ویدیوی منو تماشا کردین. لطفاً اطلاع رسانی کنین. ازتون ممنونم.